درمان خانگی برای تقویت زانوها روحی 1398. تقویت زانوها، غضروف و رباط‌ها به یک نوشیدنی مخصوص طبیعی. وقتی با بستن میگذاریم بعضی از عضوهای بدن به تدریج شروع به ضعیف شدن میکنند. در این شرایط نه تنها درد و شکستگی رخ میدهد بلکه بازسازی آن هم خیلی زمان میبرد. به همین علت مشکلات در همه عضوهای بدن پخش می شود. یکی از مشکلات رایج درد مفاصل و ماهیچه هاست. برای جلوگیری یا رفع چنین مشکلات یعنی برای تقویت غضروف زانو یک نوشیدنی طبیعی با ترکیبات مفید برای غضروف ها. این نوشیدنی مفاصل رباط غضروف را بهبود می بخشد، درد ماهیچه ها و مفاصل را در همه سنین در اثر فعالیت های مختلف مثل ورزش یا فعالیت های فیزیکی رخ می دهد، اما هرچند سن بالا رود شدت این دردها بیشتر می شود. این نوع درد یکی از مشکل سازترین درد هاست، خصوصا درد در ناحیه زانو. وقتی صحبت از درمان این دردها می شود، درمان ها معمولا موقتی است و چندی بعد دوباره بر می گردند. بنابراین بسیاری از نسخه های خانگی به شما بسیار مفید و بدون هزینه زیاد می باشند. تقویت غضروف زانو با دارچینی و عسل. مواد اولیه: یک قاشق چایخوری عسل، یک قاشق چایخوری پودر دارچینی، یک گیلاس جو، یک گیلاس آب مالته طبیعی، یک گیلاس اناناس خرد شده، 28 گرم بادام شیرین، یک گیلاس آب. برای تقویت غضروف زانوها. برای تقویت غضروف زانوها و مفاصل ترکیب قوی و کاملا طبیعی و بدون عوارض جانبی می باشد. طرز تهیه نسخه خانگی تقویت زانوها: ابتدا 10 دقیقه جو را با یک گیلاس آب بجوشانید. سپس بگذارید تا سرد شود. بعد باقی مواد اولیه را با هم اضافه کنید. همه این موادها را همراه با میکسر مخلوط کنید و روزانه 2 گیلاس از این نوشیدنی را بنوشید. یک گیلاس پیش از خوردن صبح، یک گیلاس دیگر پیش از نان شب و یا عصر بنوشید و این درمان را 15 روز ادامه دهید. با امید خداوند درد مفاصل بهتر خواهد شد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.